تو به عنوان یک لزبیان توی ایران در درجه اول یک مجرم حساب میشی. و برای اینکه بتونی زندگی خودتو پیش ببری احتیاج داری یا اینکه باور بکنی بعد خودتو تغییر بدی، دلم تنگ شده برای خانواده‌ام از اینکه نمیتونم ببینمشون، نمیتونم به ایران برگردم. خب مسلما خیلی قصه میخورم، ولی دلم میخواد وقتی برمیگردم به ایران ایرانی باشه که توی خیابون احساس امنیت بکنم.